به نام خاک پاک ایران کهن. شاهزاده عزیز جدیداً یک ویدیویی در فضای اینستاگرام و فضای مجازی پست کردن که تنها پرچم رسمی ملت ایران پرچم شیر خورشید نشان بدون آرم تاج داره. ما قبل این ویدیو در مراسم نوروز به خاطر اینکه برای سفره 7 سین پرچم داشته باشیم درخواست پرچم کردیم از اون کسایی که میتونستن به دستمون برسونن و چون در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیستیم و در ترکیه به دست آوردن این پرچم خیلی راحت و آسون نیست، اون پرچمی که به دست ما رسید این پرچم شیر خورشید نشان تاجدار بود و با این پرچم ما ویدیوها و پست‌هایی منتشر کردیم. ولی به دلیل اینکه فعلا شاهزاده تنها پرچم رسمی ملت ایران رو این پرچم میدونن، اون پرچم رو میبوسیم میذاریم کنار و خاک این پرچم رو توتیای چشممون میکنیم. پاینده ایران جاوید تا ابد شاه.